عرض کردم خدمتتون این تصویر ما مسیحیان پروتستان یه چیزی رو هی فراموش میکنیم. ما گرچه گاهی اوقات انتقاداتی میکنیم به کلیسای کاتولیک و حالا مسیر رو عوض کردیم از یه جایی مارتین لوتر به بعد، ولی یه چیزی که کلیسای کاتولیک خیلی خوب و حتی انگلیکن و حتی بپتیستان رعایت میکنن تو همین پروتستانا، این هنر، در بحث هنر هست در کلیسا. به این نقاشی توسط نقاشی فرانسوی است به اسم جیمز تیسوت که همین واقعی که امروز الان میخوام ورزشم بکنم چیز کرده. من همین الان یه دفعه یادم اومد که به سینا جان گفتم واسم بفرسته و اتفاقا این آقا اومده این تصویر رو یه جورایی بر اساس انجیل متی که امروز میخوام راجع به همه 4 انجیل راجع به واقعی که امروز اتفاق افتاده صحبت کردن، انجیل متی مدل دیگه ای صحبت کرده. حالا عرض میکنم چرا. و این تصویر خیلی برای من قشنگی، به خاطر اینکه همیشه مسیح رو انگار از زاویه یک کسی که داره به صحنه نگاه میکنیم. مسیح از بغل نشون میدن سوار اون کورولاخ شده یا از پشت نشون میدن داره میاد و بیشتر چون اسمش هم گوشن یک شنبه نخل‌ها، ملت با نخل اومدن. فقط هم یکی از اناجیل اومده که انجیل یوحنا هست در موردش نخل‌ها گفته، ولی اینجا تصویر رو یه جور دیگه نشون میده که مسیح داره از روبرو میاد و میدونیم که امروز روزیه که مسیح شاهانه وارد میشه، به خاطر همین مدل اومدنش با همیشه فرق میکنه. و بعد وقتی که روبرو وارد میشه تو دیگه به عنوان یه ناظر نگاه نمیکنی، تو در مقابل پادشاه ایستادی و حالا باید انتخاب کنی که میخوای به پادشاه بله بگی یا نه بگی، یعنی او رو به عنوان پادشاه پذیرفتی یا نه. این تصویر رو من قشنگ بود، می‌خواستم تشریح کنم از اینه که هنرمندان نیازه که ما ارج بنهیم به هنر در مسیحیت و برای من ارزشمنده. خیلی اومدن این رو بنا نهادن از کلیساهای کاتولیک و تا حالا مونده، همیشه هم فراموش شده. ولی من امروز که دیروز داشتم یه مقاله میخوندم این تصویر رو گذاشته بود، برام جالب بود که چرا ما اصلا تو کلیسای پروتستان خیلی به هنر چیز نمی‌بینیم، که کلیسا ساده است، کلیسایی نیست که تصاویری باشه. گرچه ما تمثال نمیپرستیم ولی این بحث هنر جدی هست توی چیز، ما دنبال تمثال نیستیم، ولی بحث ماندگاری هنری که در چند این نقاشی مال اوایل 1900 مثلا شاید هم 1800 خورده ایه، چون این آقا 1903 فوت میکنه، ولی از اون موقع این اثر ماندگار. و بعضی ما نقاشی حرف میزنه. من یه نقاشی یه بار دیگه دیدم هنوز تو ذهن من مونده، نقاشی زن لوط که برمیگره عقب رو نگاه میکنه و چیز میشه، سنگ میشه. این نقاشی هم برای من همیشه تو ذهن من میمونه که اون جمله پولس که میگه ما از آنایی نیستیم که به گذشته نگاه میکنیم و به اون گذشته نگاه کردن نمادی از اینه که اون تبدیل به سنگ شد. ولی برای اینا موندگار میشه تو ذهن من. اینو گفتم بچه‌ها عزیزان نشون بدن که برای خودم جالب بود. خب بریم وارد صحبت‌های امروز بشیم که در مورد این بحث ورود شاهانه عیسی به اورشلیم هست. من امروز میخوام از انجیل ورود شاهانه عیسی به اورشلیم، روایتی از قدرت فروتنی به تحقق نبوت. میخوام از انجیل متی به طور خاص صحبت کنم. یه قدری با هم فرق میکنه. ما همیشه شنیدیم که امروز معروف به یکشنبه نخل‌ها. چرا؟ چون یک تصویر جذابی هست که مردم نخل‌ها رو گرفتن و عیسی داره از میان رد میشه و این شکل یه حالت تو ذهن ما اینجوری تداعی میشه که این برگ‌های نخل مثل یه چیزی هست که این سایبانی که سایه گستر میشه برای پادشاهان، مسیح داره اونجا رد میشه، در صورتی که این متی اصلا به این نخل حتی یک اشاره هم نمیکنه و اتفاقا به چیزای دیگه اشاره میکنه. این کارو میکنه. آره. میخوام امروز پس عنوان دومی که میخوام در نظر بگیرم براش میگه واسازی یک شنبه نخل. آها اوکی مرسی که توضیح. کشف پورتری الهیاتی پادشاه صلحجو در روایتی فراتر از برگ‌های نخل. اصلا یک اشاره هم بهش نمیکنه. حالا میخوام برم ببینیم که یه خورده اناجیل، همه اناجیل به این داستان اشاره کردن با قدری تفاوت. مثلا
متا، تمرکز متا بر پیشگویی های سلام خوش آمد، بر پیشگویی های عهد عتیق هست، به طور خاص زکریا، که کتاب زکریا که این واقعه امروز رو پیشگویی کرده و تمام تمرکزش بر اون هست. چرا؟ کی میدونه متا چرا اینقدر تمرکزش بر پیشگویی عهد عتیق هست برای این داستان؟ به خاطر اینکه متا، اینا 4 تا انجیل هر کدوم مخاطبان خاص داشتن. 3 تا انجیل اول که متی، مرقس، لوقا هست بهشون میگن الانجیل. اینو میگم برای عزیزانی که آشنایی ندارن. هم نظر یعنی که بعد انسانی عیسی رو دارن بررسی میکنن و اون انجیل یوحنا بعد الوهیتی عیسی رو بررسی میکنه، ولی هر کدوم از یک منظر نگاه کردن و هر کدوم مخاطبان خاص خودشون رو داشتن برای نوشتشون. انجیل متی داره با مخاطب یهود صحبت میکنه. چرا با یه مخاطب یهود صحبت میکنه؟ چون یهودیان به خاطر نبوتایی که شده بود در اشعیا، به طور خاص کتاب اشعیا و خیلی ارمیا و بقیه کتاب‌ها یا خود زکریا، منتظر آن پادشاهی بودن که اینا رو بیاد از دست ظلمی که دوچارش هستن نجات بده. مثل ما ایرانی ها که خیلی اتفاقا تقارن داره، همین یکی دو روزه داشتم روش فکر میکردم، ما هم الان منتظر یک شخصی هستیم که خدا مسحش کرده باشه بیاد ما رو نجات بده. حالا ما که الان اینور هستیم، یعنی مردم داخل ایران رو عرض می‌کنم، هم پدر و مادرام و خانواده‌ام، که بیاد ما رو از این ظلم نجات بده. و تمام تمرکز متی بر اینه که بگه آقا آن پادشاه که داره میاد همین پادشاست، ولی انتظارات شما ظاهرا متفاوته. شما منتظر نجات دهنده هستین ولی مدل خودتون دوست دارین نجات پیدا کنه، ولی متی داره میگه این همان پادشاهه. بنابراین یه سری مثلا یه قدری کوتاه‌تر میکنه، از یه سری چیزا حذف میکنه، ولی تمرکزش رو روی یه سری چیزای مختلف میذاره. مثلا روی، حالا توضیح میدم در طی صحبتام، روی این کره الاغه خیلی متمرکز میشه، چون دقیقاً عین نبوت میاد، نبوتی که زکریا کرده بود داره میاد صحبت میکنه، تمرکزش رو روی چیزای دیگه میذاره. اصلا از نخل صحبت نمیکنه، اصلا نخل که هیچ کدومش رو صحبت میکنه غیر از یوحنا. حالا ما جالبه میگیم نخل، تمرکز متی اتفاقا روی یه چیز دیگه است که اگه میخوام ما نام این رو بر اساس انجیل متی بذاریم، نام امروز رو بذاریم، باید نامش رو عوض کنه. بریم ببینیم مثلا چی رو شروع میکنه. یکی از مواردی رو که آقای متی میاد شروع میکنه، همون ابتداش از یه چیزی داره صحبت میکنه خیلی مهمه ها، چون داره تصویر سازی میکنه برای قوم یهود. قوم یهود مثلا کلا در عهد باستان مثل ماها این مدلی فکر نمی‌کردم. منم خیلی علاقه‌مندم موقعی که میخوام برم روی موضوعی مطلب جمع کنم یا برای صحبتم جمع کنم، خیلی علاقه‌مندم یه سفر تاریخی برم بکنم. حتما میرم سرچ میکنم که آقا از دیدگاه هرمنوتیک بهش میگن، یک علمی هست که شما رو میبره در همون زمان و در همون مکان، شرایط اون موقع رو، اون عهد باستان رو، اونا رو بررسی میکنه، میگه اونا چجوری فکر میکردن و شما رو در اون موقعیت قرار میده. قوم یهود و در دوران باستان خیلی براشون مهم بود یه سری سمبل ها، پیشگویی ها براشون مهم بوده، اینکه نویسنده جاهایی رو که به نام میبره براش مهم بوده. ابتدا شروع میکنه از کوه زیتون، میگه او از کوه زیتون آمد. برای شنونده‌ای که اونجا داره این یا خواننده‌ای که داره این کتابو میخونه، یا شنونده‌ای که داره میشنوه، کوه زیتون تداعی کننده دو چیزه. یکی این که داوود پادشاه اندوهگینی بود که وقتی از دست پسرش میخواست بکشتش، وقتی فرار کرد، وقتی خواست برگرده به سمت پادشاهی خودش، از زیتون میاد برمیگرده. و دومی که پیشگویی که شده بود از کتاب زکریا که در روزهای آخر اون تحقق پادشاهی قرار از اون موقع اجرایی بشه. پادشاهی که میاد در روز آخر، دارم میگم، نه الان، نه اون زمان متی، در روز آخر، روزهای آخر، زمانی که پادشاه میخواد برگرده، اون هم از روی کوه زیتون میاد. در حقیقت داره متی به یه گذشته، به حال و به یه آینده اشاره میکنه که میگه آقا الان هم مسیح هم همان پادشاهی است که مثل داوود و مثل پادشاهی که قراره در آخر بیاد، الان اون پادشاه اومده و امروز شما با پادشاه روبرو هستی. دو تا جواب بیشتر نمیتونی بهش بدی، یا میتونی باهاش شادی کنی، باهاش ازش اطاعت کنی، اعلام وفاداری کنی، یا میتونی حالت بد بشه. پیغام امروز راجع به همین هست. پادشاه دلمون بخواد
دلتون بخواد دلتون نخواد پادشاه قرار وارد ایران بشه. من منظورم شاهزاده رضا پهلوی نیست، دارم از خود شخص عیسی صحبت میکنم. این وعده خداست. دلمون بخواد مسیحی باشیم، مسیحی نباشیم، یهودی باشیم، بیدین باشیم، خدا ناباور باشیم، پادشاه وارد ایران میشه، شکی درش نیست. خب تصمیم با من شماست. آقا من بعضی موقع ما فکر میکنیم اگه من خدا رو باور نداشته باشم، ردش کنم، خدام حذف میشه کلا از جهان. این مدلی نیست. من اگه به روز قیامت مثلا چه میدونم روز داوری باور نداشته باشم، دیگه کسی منو از من چیزی نمیخواد. نه، یه واقعیت رو نمیتونی شما با عدم باور بهش انکارش کنی، بزنیش کنار. من باور ندارم اینجا مثلا تو این خونه من موش هست. خب وقتی موش هست، خب موش هست دیگه. من که با باور نداشتنم نمیتونم اونو حذفش کنم. از این تخیلاتم نمیخوام بیایم بیرون. بنابراین با حذف کردن پادشاه وارد ایران میشود. امروز تصمیم با ماست. خاله بازی هم نیست. پرشب اینجا داشتیم درس میدادیم به بچه‌ها چیز، گفتم عیسی میگه نه سردی نه گرم، ای کاش یا سرد بودی یا گرم، ولرمی. و من چون ولرمی، من از تو رو از دهن خودم توف میکنم. وقتی هم که بله میگیم، بله باید بگیم. این روزهای درسایی رو داریم میدیم به، یعنی این ماها، به بچهای گروه خادمین، گروه شاگردی، در مورد اطاعت خالصانه. 2-3 نفر هستن که با عیسی میان ملاقات میکنن و میگه، عیسی میگه از پی من بیا. یکیشون برمیگرده میگه من اجازه بده برم پدرم رو دفن کنم. خیلی حرف منطقی میزنه، من غیر از اینه، خیلی حرف منطقی میزنه. عیسی میگه بذار مرده ها مرده. اصلا این حرف کلا اتفاقا غیر منطقیه. آقا بنده خدا پدرش مرده، میخواد بره دفن کنه، اصلا این چه جوابیه میدی؟ دومیه میگه اجازه بده برم با خانواده خودم وداع کنم، خداحافظی کنم. حرفت معمولیه دیگه. من به یه نفر میگم بیا با هم بریم، همراه من بیا، میگه یه لحظه وایسا از خانواده‌ام خداحافظی کنم. میگه اونی که برمیگرده به عقب نگاه میکنه شایسته پادشاهی خدا نیست. باز دوباره حرف غیر منطقی میشنویم. چرا؟ چون مسئله اصلی اینه که ما نفهمیدیم جلوی پادشاه قرار گرفتیم و پادشاه داره وقتی به شما میگه تو شرط نذار. ولی وقتی میگی چشم میام، اجازه میده بعدم بری این کارو بکنی، ولی شرط رو تو نذار. اول اجازه بده من برم با خانواده‌ام ودا کنم، یا اول اجازه بده من. حرفای غیر منطقی هم جلوی پادشاه توجیهی نداره، داری توجیه میاری. پس عیسی خیلی جدیه. این جملات به من نشون میده که عیسی خدای محبت که اینقدر عشق داره، در بحث اطاعت جدیه. امروز میخوام واقعا شما رو به اون تصویر اولیه که عیسی از روبرو داره به شما سمت شما میاد، و اتفاقا به همین خاطر متی رو انتخاب کردم، چون متی میخواد به ما بگه وقتی میگه ورود شاهانه، همشون نیستن ورود شاهانه، ولی متی داره تصویر واقعا، این واقعا پادشاهه. میخوام امروز انتخاب کنیم عیسی معلم، نبی، یه پیامبر و یه آدم معمولی مثل بقیه عهد عتیق نیست که داره به سمت شما وارد میاد جلو. پادشاه داره وارد ایران میشه و امروز باید ایرانی‌ها این رو انتخاب کنن، بله یا خیر. بله اجازه بده، بله اول فلان کار بکنم، نه بله‌تون رو محکم بگین. یا اگه میخوام بگین خیر، بگین خیر. گفتم اون جوان ثروتمندی که نااندوگیشون رفت خیلی بهتر از با بچه‌های گروه شاگردی این هفته گفتم. ما چند نفر رو داریم که مثلا متا هست، خود همین آقای متا که داشت باجگیری میکرد، گفت از پی من بیا، کارکاسبیشو ول کرد، همه اعتبار و شمه رو ول کرد، دنبال عیسی اومد. پتروس هست گفت موتورای ماهیگیری تو بنداز، ول کرد اومد دنبال عیسی. یه جوان ثروتمند هست، گفت اگر میخوای چیز کنی برو تمام اموالتو بفروش به فقرا بده، دنبال من بیا. یه اندوهگیش رو جوان رفت. خیلی از ماها میگیم بله، خب خیلی از ماها به پادشاه میگیم بله، ولی در عمل بله نشون نمیدیم. برای خودمون توجیهات مختلف میاریم. اول اجازه بده به کارهام برسم، بذار به خانواده‌ام برسم، بذار فلان کار کنم، صحبت چیزای انواع اقسام توجیهات میاریم. یه کتاب میخونم، دیتریش بونهوفر، نویسنده آلمانی، میگه اون جوان ثروتمند چون صادقه در عدم اطاعتش، از وضعیت خیلی از ایمانداران مسیحی حال حاضر وضعیتش بهتره، که بله رو میگن ولی در عمل این کارو نمیکنن. حالا امروز همه اینا رو گفتم در حاشیه که بگم امروز
تصمیم بگیریم با پادشاه داریم روبرو بشیم. امروز پادشاه وارد اورشلیم شده. اما توی داستان بذاریم من برم یه بار کل داستان رو بخونم، یعنی این قسمت‌های از انجیل متی رو از اول تا آخر بخونم. میخوام از انجیل متی فصل 21 بخونم، از آیات 1 میخوام کتاب مقدس رو باز کنید، از آیات 1 تا 12. ببینید من امروز واقعا تصمیم گرفتم خیلی بیشتر برم سراغ ترجمه قدیم فارسی، چون ترجمه 1009 اصلا نگاه کردم دیدم اصلا کلا آقا غلطه، اصلا خیلی به طور جدی غلط داره ترجمه میکنه. الان میخوام روی چیز حالا اگه 1009 داره به من بگه کجاهاش رو دارم اشتباه میکنم طبق این، یعنی کجاهاش اونا دارن اشتباه میکنن، چون این درسته، چون هر چی خوندم دیدم این با یونانی بررسی کردم دیدم این درسته. متی فصل 21 آیات 1 تا 12. این همین روزی هست که چنین روزی هست که عیسی وارد اورشلیم میشه. میگیم و چون نزدیک به اورشلیم رسیده وارد دیتفاجی نزد کوه زیتون شدن، همینی که الان تو اسلاید قبل صحبت کردم، از اون ابتدا خط اول از کوه زیتون صحبت میکنه. آنگاه عیسی 2 نفر از شاگردان خود را فرستاده به ایشان گفت در این قریه‌ای که پیش روی شماست بروید، در این روستایی که پیش روی شماست بروید و در حال الاغی با کره‌اش بسته خواهید یافت. آنها را باز کرده نزد من آورید و هرگاه کسی به شما سخنی گوید بگویید خداوند بدینها احتیاج دارد که فلفل آنها را خواهد فرستاد. تا اینجاش درسته؟ همه‌ش یکیه؟ یعنی اونم همین نقل رو گفته. و این همه واقع شد تا سخنی که نبی گفته است تمام شود که دختر صهیون را گویید اینک پادشاه تو نزد تو می آید با فروتنی و سواره بر حمار و بر کره الاغ. پس شاگردان رفته آنچه عیسی بدیشان امر فرمود به عمل آوردند و الاغ را با کره آورده رخت خود را بر آنها انداختند و او بر آنها سوار شد و گروهی بسیار رختهای خود را در راه گسترانیدند و جمعی از درختان شاخه ها بریده در راه می گستردند و جمعی از پیش و پس او رفته فریاد کنان می گفتند هوشیانا پسر داوودا، مبارک باد کسی که به اسم خداوند می آید، هوشیانا در اعلی علیین. و چون وارد اورشلیم شد تمام شهر به آشوب آمده می گفتند این کیست؟ تو ترجمه 1009 چی میگه؟ میگه تمام شهر به شور و اشتیاق اومدن. اصلا این کلا میگه اینجا حالشون بد شده، اون میگه به شور و اشتیاق اومدن. اینجا کلا کلمه‌ای که به کار میبره حالا در ادامه میدم کلمه متفاوتی است، اصلا شور و اشتیاق توش نیست. آن گروه گفتند این است عیسی یه نبی از ناصره جلیل. تا این قسمت استاپ میکنم، تا همین قدم امروز بحث خواهم کرد، صحبتش خواهم کرد. امروز متوجه شدم اصلا این کتاب در واقع ترجمه 1009 نمیدونم چرا یه جایی رو بعد همین قسمت رفتم تو مرقس خوندم، اون جایی که میگه مثلا این الاغ رو بهش بدین و این به شما در واقع به شما خواهد داد، در واقع الاغ رو تو مرقس 1009 با چیز متفاوته. تو مرقس میگه که به شما باز خواهد فرستاد، یعنی خدا انگار داره قرض میگیره و میگه به شما کره الاغتون رو دوباره میده، در صورتی که اونجا تو ترجمه قدیم میگه نه، اونم به مزه میگه خداوند به شما گفت اینو به شما خواهد داد. و اینجا تمرکز متی جالبه، از یه کلمه ای استفاده میکنه هوکیورس در واقع. این کلمه در واقع کلمه ایه که متی برای خداوند استفاده میکنه و هیچ جای دیگه تو هیچ جای خود که انجیل متی از این واژه برای خود عیسی استفاده نمیکنه. انگار داره این رو به خدای پدر چیز میکنه، یعنی اینکه میخواد این رو بگه آقا این رو بنا به آنچه که خدا از قبل دیده بود حکم کرد و من الان انجام دهنده اراده پدر هستم، یعنی پدر این رو خواسته. تمام تمرکز اینجا مالکیت و اراده الهی است. میگه بگویید خداوند بدینها احتیاج دارد و این به این معنی نیست که خدا نیاز داره، خدا داره حکم میکنه.
اینها رو الان نیاز داره، تو بده، نه اینکه تو نیاز خدا رو برآورده کن. خدا اینها رو میخواد و تو باید حکم خدا رو انجام بدی و اینها رو بده. و اونو میگه وقتی که این گفت پشت سرش داره میگه و اگه اینو بگی اونا اینو به تو همون فلفور خواهند داد، در جا بهت اینو میدن، چون اونها قرار داده شدن که اطاعت کنن دستور خدا. این یکی از نکاتیه که در واقع برام جالب بود و این آقای متا میاد اینجا بهش اشاره میکنه، برای اولین بار یه دونه کلمه میاره. اما تمرکز اصلی متا تو همین پیغامیه که همیشه هم از این عبارت استفاده میکنه، میگه چنان که نبی و سخنی که چی و این همه واقع شد تا سخنی که نبی گفته شده است تمام شود. این رو متا زیاد توی انجیلش استفاده میکنه، مدام هر جایی میخواد بگه مدام. چرا باز دوباره این کارو میکنه؟ چون داره با یهودیان صحبت میکنه و یهودیان این داستان نبوت‌ها و اون پیشگویی‌های گذشته براشون مهم بود، چون منتظر آن پادشاه بودن. چون داره همش میگه که آقا اینم یکی از اون پیشگویی‌ها بود. تو کل کتاب به 300 400 تا پیشگویی داره اشاره میکنه و داره وصلش میکنه که خیلیاشون در واقع توی همین 48 ساعت آخر اتفاق میفته، موقعی که مسیح بر روی صلیب میره. بسیارشون اون موقع اتفاق میفته. 300 400 تا نیست، 3000 تا پیشگوییه درسته در مورد مسیح. 300 تا 400 تاش تو همین 24 ساعت آخر مصلوب شدن مسیح اتفاق میفته. اینم یکی از همون پیشگوییاست. میاد کدوم پیشگویی رو میگه؟ از زکریا 9:9 داره استفاده میکنه، میگه پادشاه با فروتنی سوار بر الاغ میاد. میگه او صرفا متن عبری یا یونانی رو کپی نمیکنه، بلکه آن را ویرایش میکند تا تحقق را به درخشانترین شکل ممکن نشان دهد. متی نام زکریا رو نمیبرد، اما نبوت او را به دقت جراحی پیاده سازی میکند. فرمول همیشگی متی این همه واقع شد تا سخنی که نبی گفته است تحقق پیدا کنه. اما چی گفته بوده زکریا؟ این قسمت زکریا 9 آیات 9 و 10 هست. ظهور پادشاه صهیون. میگه ای دختر صهیون بسیار شادی کن و ای دختر اورشلیم بسیار فریاد بلند سرده. هان پادشاهت نزد تو می آید، او عادل و صاحب نجات است، فروتن و سوار بر الاغ، بر کر الاغ. عرابه را از افرایم و اسب جنگی را از اورشلیم برخواهم داشت و کمان جنگ شکسته خواهد شد. او صلح را به قوم‌ها ندا خواهد کرد و حکومتش از دریا تا دریا و از نهر فرات تا کرانهای زمین خواهد بود. همین رو آقای متی داره اعلام میکنه، میگه که دختر صهیون رو گویید اینک پادشاهتون نزد تو میآید با فروتنی و سوار بر حمار و بر کر الاغ. یه چیزی حذف شده، درسته؟ یه تیکه‌ای حذف شده نسبت به چیزی که کرده. اونجا داره میگه او عادل و صاحب نجات است. این قسمت رو حذف کرده. وقتی میگه صاحب نجات میگه او پیروز میاد. میگه او عدالت رو برقرار میکنه و پیروز نجات دهنده داره میاد. که میگه به عمد این کارو میکنه. کلمه حذف شده تأخیر در پیروزی. میگه آقا جان به عمد داره متی این کارو میکنه، چون اون لحظه‌ای که عیسی میاد اون لحظه پیروزی نبود. اون لحظه فقط داشت نمادی از فروتنی و صلح رو نشون میاد، چون داشت با کر الاغ میومد دیگه. نمادهاش مشخص بود. اولا که عیسی مطابق همیشه جاهایی که ازش شنیدیم همیشه پیاده بوده، ولی اینجا تنها جایی که سوار است، به خاطر اینکه میخواست نماد یک پادشاه رو نشون بده. کر الاغ رو انتخاب کرد به خاطر اینکه میخواست فروتنی نشون بده. حالا اینو در ادامه توضیح میدیم. پس نمادی که میخواست اینجا نشون بده، میخواست بگه که آقا پیروزی تأخیر داره. پیروزی همون لحظه حاصل نمیشه. 5 روز دیگه باید صبر کنی. 5 روز دیگه پیروزی عیسی روی صلیب اتفاق میفته و بر رستاخیزش تحقق پیدا میکنه. یعنی اونجاست که کار عیسی نشون داده میشه. امروز برای ما هم همینجوری هست. خیلی از ماها باز دوباره میخوام برگردم به اون سوال، پادشاهی رو عیسی رو میخوان یا فقط نجات دهنده بودنش؟ خیلی از ماها، من شخصا اینجوری بودم مدت‌های زیادی، عیسی رو میخواستم برای سری خواسته های خودم. وقتی با یک فرمانهای جدی عیسی برای تغییر مواجه میشیم نمیخوایم بشنویم. عیسی پادشاه رو دوست نداریم باش مواجه بشیم.
عیسی رو میخوایم که فقط ما رو نجات بده، به ما پول بده، به ما برکت بده، بیزینس هم موفق باشه، ویزا بهم بده و بده و بده و بده. اگه از ما بخواد، نه، عیسی پادشاه جلوی من نیاد. امروز باید تصمیم بگیریم. امروز با عیسی پادشاه مواجه هستیم. تخت پادشاهی عیسی در سرزمین فارس وعده داده شده. تمام ایرانی ها باید با عیسی پادشاه، اگر میخواهی در رستاخیز عیسی سهیم باشی، باید امروز مثل اورشلیم فریاد شادی و به رو در روی پادشاه وایسی و تو مسیر صلیب همراهش بشی. اگر میخوای در رستاخیز عیسی سهیم باشی، باید در صلیب عیسی سهیم باشی. راه دیگه ای نیست. مسیر جلجتا مسیر سختی بود. اگر میخوایم با پادشاه همراه باشیم، مسیر پادشاهی عیسی با بقیه پادشاهی فرق میکنه. امروز میخوام راجع به اون صحبت کنم. یک شنبه نخل عیسی صلح رو برمقام می آورد. صلح به صورت داوطلبانه پیشنهاد شد. این مسیریه که من و شما باید بریم. اگر انتخاب میکنی امروز عیسی پادشاه توست، تا ته داستان باش همراه میشیم. سختی ها هست، دشواری ها هست، ولی رستاخیز برای آنهایی است که این مسیر رو با عیسی همراه شدن. عیسی پیروزی رو به دست می آورد در جمعه صلیب که همین جمعه هست. پیروزی و نجات نهایی از طریق خون و طریق خون عهد جدید که این هم در زکریا 9:11. بذارید من اینو بخونم که زکریا 9:11 چی میگه. من دو تا آیه قبلی که آورده بودم، دو تا اسلاید قبل، آیات 9 و 10 بود. 11 میگه و اما من اسیران تو را نیز به واسطه خون عهد تو از چاهی که در آن آب نیست رها کردم. گرفتین چی شد؟ بنابراین این خون عهد همون چیزی هست که داره اینجا بهش اشاره میکنه، اون که نوشته شده اونجا. اما یک چیز جالب اتفاق میفته. تنها انجیلی که از 2 تا الاغ میگه، حمار و کره الاغ، دیدین که اینجا گفت تنها انجیل متی هست، بقیه فقط یه دونه الاغ میگن. باز دوباره این توجه متی رو میرسونه که میخواد تمرکز کنه روی دقیقاً واژه‌هایی که آقای زکریا به کار برده. 2 تا الاغ به کار برده شده، اینجا هم میخواد همون 2 تا الاغ رو بیاره. به این میگن یه صنعتی هست، موازیکاری، صنعت ادبی هست در نوشتار فرم ادبی یهود، توازی عبری بهش میگن. سبک نوشتاری بود که برای که تأکید کنه به چیزی 2 بار استفاده میکردن و اینم خیلی پرت نیست. میگه اگر عیسی میخواست سوار کره الاغ بشه، کره الاغ اگه تنها بود میترسید یه نفر میخواست برای اولین بار سوار بشه. مادر کره الاغ رو باهاش میذاشتن، خیلی هم دور از چیز نیست، توجیه منطقی داره که باید میبود. ولی جالبه یه چیزی که بهش اشاره میشه اینه که گاهی اوقات فکر میکنیم کره الاغ نشانه ضعف و خب میگیم خب این عیسی میخواد ضعفش رو نشون بده. نه، اینطور نیست. اینجا نشانه ضعف نیست. باور عمومی میگه اینی که استفاده از الاغ نشانه فقر شدید یا ضعف عیسی است، ولی واقعیت تاریخی این چی میگه؟ میگه الاغ در آن دوران رایج ترین وسیله نقلیه کاری بود. عیسی که تا آن زمان تمام مسیرها را پیاده طی کرده بود، با سوار شدن بر الاغ پیامی واضح را مخابره کرد. نه اینکه فقر خود را نشان دهد، او میتوانست ناشناس بماند، اما سوار بر الاغ شد تا انتظارات رو در همش کرد. ببین عیسی همیشه خیلی جاها میخواست ناشناس باشه. حتی وقتی معجزه میکرد میگفت مانع میشد که طرف بره و به بقیه مردم بگه. همیشه میخواست ناشناس باشه، ولی اینجا میخواست نه، عیان باشه. بر یه چیز سوار شد، چون هم سمبل پادشاهی این بود که بر پادشاهان بر چیز سوار میشدن و همین که میخواست آقا در عیان دیگه این دفعه بیاد و با اون هیبت پادشاهیش بخواد بیاد. پس این که الاغ رو انتخاب کرد فقط به خاطر اینکه میخواست فروتنی نشان بده، چون پادشاهان اون موقع سوار اسب‌ها میشدن. حالا اسلایدهای بعدی هم راجع بهش صحبت میکنم. ولی این روش دیگه ای رو انتخاب کرد برای اومدن که این پادشاهی واژگونه رو در واقع داره نشون میده. مثلا با داوود مقایسه شده، میگه داوود پادشاه پس از پیروزی نظامی با صلح وارد شد، ولی عیسی تفاوتش با داوود این بود که اول با صلح وارد شد. یعنی اینجوری نبود که بره بجنگه و بعد صلح رو برمقام میاره. اصلا عیسی پیامش که با الاغ وارد شد، پیامش پیام صلح بود. به علاوه اینکه اصلا
استفاده از الاغ نشانه فقر نبود، بلکه نماد پادشاهی بود که قصد جنگ ندارد. عیسی پادشاه حقیقی پیش از پیروزی وارد می شود. او می آید تا صلح را در اورشلیم عرضه کند و پیروزی را نه با شمشیر بلکه با صلیب به دست آورد. که ما شنیدیم پادشاه سالیم بوده، اون پادشاه صلح و سلامتی بوده. اورشلیم اور سالیم یعنی شهر سالیم بوده، شهری بوده که شهر سلامتی و آرامش و صلح و پیس بوده. بنابراین او چون پادشاه صلح بود الاغ رو انتخاب میکنه، نه عرابه و چیزای دیگه. اینجا یه تصویر رو آوردم که مقایسه میکنه تفاوت پادشاهی مسیح رو با امپراتوری روم. میگه امپراتوری روم با اسبای جنگی می اومدن، با کلی برده و با قل و زنجیر و اینا می اومدن. عیسی این کارو نکرد. عیسی با الاغ و کر و الاغ اومد. اونها با زر و ثروت و کلی خدم و حشم و کلی چیز می اومدن. این با رختهای آرایتیه، چون بهش قرض دادن. دیدین که بهش میگفتن که میگه حتی ردایی هم که انداختن که این رو الاغ بشینه شاگردان انداختن، روی الاغ نشست. اونها برای با فتح و قدرت و ترس در واقع وارد میشدن، ولی ماهیت عیسی چون با اون اومد نشون داد دیگه، با الاغ اومد، در واقع ماهیتش فروتنی و صلح بود. این تفاوتشون بود. اما چیز جالب دیگه ای که اینجا اتفاق میفته، ما خیلی وقتا شنیدیم، نمیدونم به خاطر بک‌گراند شیعی ماست که شیعه زاده هستیم یا اینکه شاید هم همه دنیا اینجوری هن. دیدین که ما شنیدیم که همونهایی که هوشیانا گفتن 5 روز بعد به صلیبش بردن. کیا اینو شنیدن؟ من که بارها اینو شنیدم. این تفسیر اشتباه و غلطی هست. و الان میخوام تو این چند تا اسلاید بعدی به این برسم. منم امروز خوندم، برام جالب بود که همونهایی که تا حالا اینو شنیده بودم، همونهایی که هوشیانا کردن، نه لزوما اینجوری نبوده. اینجا متی از یک واژه‌ای داره استفاده میکنه، پلیستوس استفاده میکنه برای اون جمعیتی که وایساده بودن برای چیزی که هلهله میکردن و هوشیانا گفتن. این جمعیت میگه جمعیت خیلی عظیمی بودن، ولی اینها قبل از دروازه اورشلیم وایساده بودن، همون جایی که تازه از وارد زیتون میاد، هنوز وارد اورشلیم نشده بوده. اینا جلیلیانی بودن و مردم روستاهایی بودن که از سمت شمال یهودیه اومده بودن به استقبال عیسی. عیسی هنوز وارد اورشلیم نشده بود. و این تصویر رو اتفاقا به عمد اینجا گذاشتم در چند تا اسلاید که ایمانداران امروزی هم میتونن دو دسته باشن. اصلا کل مردم دنیا در برابر پادشاه که قرار میگیرن میتونن دو دسته باشن. واسه همین گفتم کل پیغام امروز همین هست که ما خودمون رو تخمین بزنیم آقا ما جزو کدوم دسته ایم. جزو این پلیستوس هستیم در واقع، خیلی عظیمی که میگه اومدن دو جا به طور خاص از جامه انداختن صحبت میکنه. من یه بار دیگه میرم این متا رو از اولش یه خورده میخونم یه جاهایی. میگه اولش چی میگه؟ میگه پس شاگردان رفته آنچه عیسی بهشون امر فرمود به عمل آوردند و الاغ را با کره آورده رخت خود را، جامه خود رو بر آن انداختن. جامه شون رو انداختن اینجا که عیسی بیاد بشینه. یه جای دیگه میگه به گروه بسیار رختهای خود را در راه گسترانیدند. میگه این گروه بسیار همونایی هستند که قبل از دروازه اورشلیم بودن، لباساشون رو در آوردن و انداختن جلوی عیسی. یعنی شما فکر کنید میخوای مراسم فرش قرمز یه چیزی رو بری، به جای فرش قرمز ملت لباساشون رو در میارن. این رختهای کسایی که رختاشون رو میکنن، لباساشون رو کندن و فرش پهن کردن برای عیسی، نماد وفاداری بوده. شاگردان که اومدن لباسای خودشون رو در آوردن، کره و الاغ گذاشتن و به نوعی برای تخت اون پادشاه جایگاه نشون چیز باز کردن، نماد وفاداری. اولین گروهی که پس ما میتونیم انتخاب کنیم جزوش باشیم یا نباشیم برای پادشاه، وفاداران به پادشاه هست. اولین گروه همون خیلی عظیمی بودن که قبل از دروازه ایستاده بودن، که اتفاقا از جانب پایتخت نشینان یه سری شهرستانی دهاتی لو لول حساب میشدن. اصلا پایتخت نشینان اینا رو آدم حساب نمیکردن. گلیلیانی بودن که از شمال اومدن. و همونها هم بودن که هوشیانا میگفتن. هوشیانا دو تا یه چیز ایهامی داره، یه صنعت ایهام درش هست. هوشیانا دو تا چیز رو سرود جمعیت میگه. یکی صدای ردای اون چیز ندای ستایش بود که داشتن میگفتن هوشیانا بر نمیدونم
پسر داوود هوشیان رو در علایلین، یعنی داشتن ستایشش میکردن. یه معنی دیگه هوشیانا درخواست و استغاثه است، یعنی تمنا میکنیم ازت. به چه معنی هوشیانا؟ هوشع که میدونید یکی از نبی ها بوده، اصلا خود جاشوا یا یوشع که خود عیسی هم از اون اسمش گرفته میشه، به معنی مرا به نجات بده است، یعنی نجات بده هوشع. و یه آنا هم هست که به معنی همین الان، با التماس، با درخواست، همون استغاثه است. یهودیانی که زیر بار اون ظلم بودن، مالیات‌های بسیار زیادی باید پرداخت میکردن و همیشه تحت ظلم رومی ها قرار میگرفتن، فقط میخواستن که اون پادشاه بیاد و وقتی که هوشیانا میگفتن در حقیقت داشتن میگفتن که ای پادشاه بیا نجات بده. خیلی از ما هم همینجوری هستیم. دوباره ما صحبت از پادشاه که میشه، پادشاه رو میخوایم بیاد که ما پادشاه او باشیم، یعنی ما دستور بدیم اون انجام بده. اگه بخواد فرمان روایی کنه، نه من تا اینجاش با تو، تا اونجاشو با تو هستم که من دستور بدم تو انجام بدی، تو دستور بدی من انجام بدم، نه اینو قبول ندارم. عیسی گفت باشه دعای شما درسته ولی روش من متفاوته. ما گاهی اوقات در سختی هستیم، در گرفتاری هستیم، برکت از خدا میخوایم، ولی انتظار نداشته باشیم خدا پول از آسمون بریزه براتون. خدا این مدلی کار نمیکنه. خدا میگه اگه برکت میخوای تو باید عوض شی، سلامتی در رابطت میخوای تو باید عوض شی، شفا در رابطه زناشویی میخوای تو باید عوض شی. تو کلیسا انتظار داری که مثلا رابطه خوبی با همه داشته باشی، تو باید عوض شی. عیسی از ما میخواد تغییر کنیم و اگه جاهایی هست که داریم در سختی افتادیم، خیلی وقتا همش دوست داریم فرار کنیم. امروز یه پیام خوندم از یکی از عزیزانی که قبلا کلیسا می اومد، یه کامنتی زیر پست انگلیسی یکی نوشته بود، نمیدونم دیدی سینه ندیدی؟ نوشته بود نمیدونم ایرانی ها، خودش ایرانی، نوشته ایرانی ها هم اینجوری هن که تا زمانی که میبیننت محبت میکنن، نمیبینن. گفتم خب داداش این همه آدم اینجا هستن، تو یه نفر چرا رفتی؟ خب تو چرا بر نمیگی؟ مگه کلیسا درش بسته سلام برای تو؟ ننوشتم، چیزی ننوشتم براش، عبور کردم. ولی میخوام بگم که میگه تعالیم تو این قضیه نوشته، تعالیم باید تو این زمینه زیاد بشه. میگم آقا این همه تعلیمی که گرفتی چرا در تو عمل نمیکنه؟ پس چرا بقیه هنوز سر جاشون هستن؟ خادمین وفادار همچنان هستن، آدمای وفادار تو کلیسا هستن. ماها باید عوض بشیم. عیسی اومده امروز به من شما بگه آقا جان درسته شما فریاد نجات میخواین از دست حکومت عوض بشین، بله من خواهم فرستاد، ولی اون چیزی که باید مردم ایران بدونن اینی که عیسی میخواد اونها عوض بشن. تا مردم عوض نشن، هر آدم صالح دیگه هم بیاد اونو تبدیلش میکنه به دیکتاتور. تا مردم ایران تغییر نکنن، هر کسی دیگه هم بیاد، حکومت ها عوض بشه، مردم ایران میتونن اون شخص رو تبدیل به دیکتاتور کنن. اون کسی که نیازه که عوض بشه ما هستیم. عیسی میگه من میام برای نجات شما، ولی روشم با روش شما فرق میکنه. کما اینکه اصلا پادشاهی من فرق میکنه. مگه پادشاه ها ندیدین تو اسلایدهای قبلی با خدم و حشم و برده و زوب چه میدونم زر و این صحبت ها میبودم، ولی من با کر و الاغ میام. چون میخوام چون هم سطح شما باشم. من با فروتنی میام، من با صلح میام. پادشاه ها میخوان اتفاقا بیان اینجا رو تسخیر کنن، با جنگ میان. من روشم فرق میکنه. پادشاه ها میان رو تخت سلطنتی جلوس میکنن، من روی صلیب جلوس میکنم. مدلم با مدل دنیا فرق میکنه. بنابراین نجات شما برای من برای نجات شما اومدم، لبیک میگم نجاتی که ما میخوایم، ولی روشش با روش دیگه، اون روشی که ما مد نظرمونه فرق میکنه. اینی که با خدم و حشم بیاد الان ما رو نجات بده، مدل عیسی متفاوته. اما گروه دوم گروهی بودن که اینجا از یه واژه استفاده میکنه سیسمیک، که همون واژه‌ای هست که گفتم تو عهد جدید تو 1009 برعکس ترجمه شده. اونجا به اسم شور و شوق اومده، اینجا از زلزله استفاده میکنه. میگه اصلا زلزله‌ای رخ داد، حال خیلی‌ها بد شد. میگه اصلا حالشون بد شد، میگه به آشوب اومدن. یه عده‌ای که داخل بودن همونها هم بودن که عیسی رو بر صلیب کردن جمعه. پس ما این اشتباه نکنیم. ما به خاطر اینکه این ذهنیت
شیعی داریم چون همه شیعه زاده هستیم که ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها عیسی تنها بماند، هنوز تو همون وادی هستیم که فکر کنیم اینا هم همون اهل کوفه بودن که هوشیانه گفتن، همینا هم برداشتن بردنش. نه، تازه من الان تو این داستانای اخیر ایران متوجه شدم که همینا هم خالی میبستن. اهل کوفه کلا 10% بیشتر نبودن، چون الان جمعیتی که طرفدار عزیزان هستن 10% بیشتر نیستن، ولی تو رسانه‌هاشون یه جوری میگن انگار کل کشور طرفدارشونن. نه، 10% بیشتر. اون موقع هم اهل کوفه 10% بیشتر نبودن که به حسین نامه دادن، حسین ابن علی. بنابراین الان هم همون داستانه. الان این شرایط به من خیلی نتیجه گیری منطقی نشون میده که قبلا هم همین اتفاق افتاده. اینو با پروپاگاندا شلوغش کردن و گفتن کل اهل کوفه نامه دادن. اینجا هم همچین ذهنیتی داریم، ولی اینجوری نبوده. جمعیتی که هوشیانه گفتن، جمعیتی که جامعه هاشون رو در آوردن انداختن، جمعیتی که به عنوان وفاداران به عیسی خطاب نامیدن، با جمعیتی که داخل اورشلیم بودن فرق میکرد. جمعیتی که داخل اورشلیم بودن کسایی بودن که با سیستم رومی کار میکردن، پایتخت نشینانی بودن که واسهشون عیسی در واقع فقط یک حرکت تعلیمی و اینکه یک نبی داره میاد با فلان نبود. عیسی اومده بود یه اپوزیشن سیاسی جدی باشه واسه اونها، که بگه آقا من پادشاهم، سیستم پادشاهی رومی باید در هم بشکنه. نه با شمشیر، با همین بر صلیب رفتن و در هم شکست. مگه نشکست؟ بعد 300 خورده سال پادشاه روم مسیحی شد، حالا به هر دلیلی که میتونست باشه، ولی شکست خورد، یعنی پذیرفت بدون اینکه کسی بهش حمله بکنه یا فلان. بعد 300 سال سه در واقع سده طول کشید، ولی این اتفاق افتاد بدون اینکه مسیحیان بخوان دست به شمشیر ببرن، ولی این اتفاق افتاد. و طی 2000 سال داریم میبینیم برای من ایرانی هم این اتفاق میفته. منی که تو خانواده مسلمان زاده شدم و اصلا عیسی رو اولین بار که شنیدم عیسی خداوند است گفتم جان، گفتم پس شما همه رد دادین اگه عیسی خداونده، شما حالتون خوب نیست، چطور میتواند یه انسان خدا باشد؟ ولی این اتفاق میفته. عیسی وارد قلب‌های ما شد و سلطنت کرد و جلوس کرد و نشست، با همون صلح، با همون سلامتی، با همون آرامشی که ازش سراغ داریم. و اینجا هم همین اتفاق میفته. کسایی که داخل شهر بودن به آشوب اومدن، همونها هم بودن که نتونستن رو تحمل کنن و او رو بر صلیب بردن. پس امروز میخوام اینو کامل باز کنم. 2 جمعیت باش روبرو هستیم. یک جمعیت ظاهران جلیلی، حامی و پیرو عیسی، آشنا با تعالیم و معجزات او در شمال یهودیه، فریاد میزدن هوشیانا پسر داوود. و همون هایی که جمعه در صلیب کردن عیسی رو، تحت نفوذ شدید نهایت‌های مذهبی و سیاسی یهودیه، ناآشنا با ماهیت واقعی خدمت او، فریاد میزنند او را مصلوب کنید، که میبینیم که اونو مصلوبش کردن. یه خورده با ایرانی‌ها متفاوت بودن، چون ایرانی‌ها اونایی که میگفتن درود بر مصدق، بعداً مرگ بر مصدق، یادتونه یه همچین داستانی واسه مصدق هم اتفاق افتاد. پس میگه این یک جمعیت بی ثبات نبود که نظرش تغییر کرد. این رویارویی 2 گروه کاملا متفاوت با واکنش‌های متفاوت به پادشاه بود. پس موقعی که دارم رفتم سراغ 2 اسلاید آخر، 3 اسلاید آخر، موقعی که آخرای متن هست که وقتی میگن که میگه و چون وارد اورشلیم شد تمام شهر به آشوب آمده، میگفتند این کیست؟ یعنی اصلا هم نمیدونستن عیسی کیست. و وقتی گفتن این کیست، میگه آن گروه گفتند، گروه دوم گفتند این است عیسی نبی از ناصره جلیل. میگه اصلا سیستم رو اومده بود عوض کنه. این یک خطاب جدی بود، فقط به عنوان یک نبی نیامد. میگه عیسی صرفا یک چهره روحانی نبود، ورود او یک چالش سیاسی آشکار تلقی میشد. او یک شخصیت شاهانه از منطقه تحت حاکمیت هیرودیس بود که اکنون با لشکری از پیروان منطقه تحت کنترل مستقیم روم شده بود. جمله غلط. عنوان نبی در اینجا او را به عنوان جایگزین نهایی رهبران فاسد اورشلیم معرفی میکند. پس اگه بخوام یه تصویر کلی رو الان بهتون بگم، متی داره چند تا مورد رو مطرح میکنه. یکی این که تاکید میکنه اینجا 2 حیوان بودن، به خاطر اینکه داره اشاره میکنه به نبوتی که زکریا کرده بود.
یکی که لزوما در اون الزام کلام زکریا که او پادشاهی است که با فروتنی و با کر و الاغ میاد، اون رو داره نشون میده و من اون قسمت آیه 10 رو داره نشون میده که میگه آقا این اومده که میگه و من عرابه رو از افرایم و اسب رو از اورشلیم منقطع خواهم کرد. یعنی اون پادشاهی که رومی ها تشکیل دادن این رو قطع خواهم کرد. یه دفعه اتفاق افتاد؟ نه، 300 سال طول کشید ولی این اتفاق افتاد. با همون صلح هم اتفاق افتاد. اورشلیم به آشوب اومد و بعد گفتیم که دو تا گروه متفاوت داشتیم. یکی زائران جلیلی بودن که از شمال میومدن و یکی اورشلیمیان که درشون آشوب اتفاق افتاده بود. و امروز باید انتخاب ما هممون داشته باشیم. عیسی نیومده بگه آقا هر جوری هستی، نمیدونم، با تساهل و تسامح نیومده، در واقع نیومده سازش کنه با هر کاری که دلمون ما بخواد بکنیم. امروز باید تصمیم بگیریم که میخوایم عیسی رو به عنوان پادشاه قبول کنیم یا به عنوان پادشاه قبول نکنیم، یا اصلا میپذیریمش فقط به عنوان نجات دهنده. عیسی فقط با تو هستیم اگه جاهایی که بیای ما رو نجات بدی، به ما برکت بدی، سلامتی بدی، از ما محافظت کنی، ولی اگر مواردی حکم‌هایی بدی که ما خوشمون نیاد، اونجا دیگه ما نمیتونیم از محافظت در واقع تبعیت کنیم. باید تصمیم بگیریم. امروز جزو کسایی هستیم که میخوایم جامه‌های خودمون رو در بیاریم و جلوی این پادشاه بندازیم، و یا اینکه کسایی هستیم که داخل شهر اورشلیم ترجیح میدیم با سیستم دنیا همساز بشیم و بگیم او رو بر صلیب کنید. امروز مردم ایران باید انتخاب کنن که یکیشو بپذیرن، چون پادشاه داره وارد سرزمین میشه و اینو نمیخوان خیلیا بپذیرن. پادشاه چه بخواین چه نخواین، دارم خطاب به مردم ایران هستم، چه بخوایم چه نخوایم داره وارد سرزمین ایران میشه و تخت پادشاهیش در سرزمین ایران این وعده داده و این اتفاق خواهد افتاد بدون هیچ شکی. نمیدونم چقدر این مدت زمان طول خواهد کشید ولی این اتفاق خواهد افتاد. اصلا بوش داره میاد، بوی این داستان داره میاد. مگه ندیدین امروز شاه رضا پهلوی هم، من امروز دیدم چند تا ویدیو با اینکه مشغول بودم دیدم یه تیکه راجع به همین که داره ظلم میشه به مسیحیان و این اصلا این حرکت شروع شده که مسیحیت داره جایگزین همه ادیان و اندیشه ها و جهانبینی هایی میشه که تا حالا در ایران به صورت خرافی ترویج شده و این داره اتفاق میفته و عیسی داره میاد و امروز مردم ایران باید انتخاب کنن. یا باید صادقانه بله بگن و اعلام وفاداری کنن و جامعه هاشون رو پهن کنن جلوی این پادشاه، یا میتونن به روال قبل حرکت خودشون ادامه بدن و اون کسی که ضرر میکنه قطعاً همون شخصی هست که در واقع نمیخواد این رو بپذیره که عیسی پادشاهه. چون یک روز همه قوم ها در برابر او زانو خواهند زد. یک روز همه قوم ها در برابر او زانو خواهند زد. اتفاقاً این دعا کنیم و بریم برای پرستش و اتمام جلسه خودمون.